سلام علیکم رفقا، خوش اومدین به اولین ویدیوی چنل. همین اول کاری میخوایم آقا تکلیف مشخص بشه که بالاخره رونالدو یا مسی. حالا چرا این سوال پیش اومده؟ رونالدو دیشب جلوی کرواسی 900مین گل کریر خودش رو به ثمر رسوند و حالا بعدش هم که دیدیم رفت گریه کرد و اشک شوقی که داشت میریخت. همین به تنهایی برای من به شخص سوال ایجاد میکنه که آقا رونالدو یا مسی، که آقا کدوم یکی از این دوتا بیشتر بزتره، کدومشون بزه. حالا یه سایتی من پیدا کردم به اسم messi-ronaldo.app که حالا لینکش هم توی دیسکریپشن میذارم. اگر خواستین خودتونم برین سر بزنید، خیلی جزئی تر میتونین آمار این دو نفر رو بررسی کنین. این سایت به صورت روزانه آپدیت میشه و همین الان تو سایت تعداد گل رونالدو رو 900 تا رو وارد کردن و سایت خیلی باحالیه. هر چیزی که داشته باشن این سایت به صورت خودکار هی آپدیت میشه هر روز و این آمار بروزه. زیاد وقت رو تلف نکنیم، بریم با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم که بز کیه. خب میبینید نمای سایت هم خیلی باحاله، این تصویری که از مسی و رونالدو گذاشتن. اولین آمار که یه آمار کلی از عملکرد این دوتا بازیکنه و نوشته که به استثنای حالا بازی‌های دوستانه، یعنی این تعداد گلی که در نظر گرفته شده، این تعداد پاس گلایی که هست، اونا رو حساب نکردم و فقط بازی‌های رسمی حساب شده. می‌بینیم رونالدو 1236 تا بازی انجام داده و مسی 1069 تا. خب این حالا به اقتضای سنشونه، چون رونالدو از مسی خب به هر حال بزرگتره. برسیم سراغ پاس گل. مسی 374 تا پاس گل داده و رونالدو 254 تا. خب ببینید این یه چیز طبیعیه، این که حالا مسی پاس گل بیشتری نسبت به رونالدو داده، چون بخوایم در نظر بگیریم مسی اکثر اوقات هافک پشت مهاجم بازی کرده، به اصطلاح فیفایی یا CAM یا CF بازی میکنه و این طبیعیه که پاس گلای بیشتری نسبت به رونالدو داده باشه، چون رونالدو معمولا یا نوک بازی کرده یا وینگر هم اگر بوده نقشش بیشتر تمام کنندگی بوده. اما خب باز با این حال رونالدو 254 تا پاس گل داده و میرسیم به گل که خب رونالدو با گل دیشبی که زد 900 گل به ثمر رسونده تو کریر خودش و فقط 100 تا گل دیگه فاصله داره که به 1000 تا گل برسه. و مسی هم خب 838 تا گل زده و حدوداً 160 یا 162 تا فکر کنم فاصله داره تا 1000 گل. کامنت بنویسین به نظرتون مسی هم میتونه به 1000 گل برسه یا نه، یا حتی اصلا فکر میکنید رونالدو بتونه خودش حتی به 1000 گل برسه یا نه، چون جفتشون به هر حال یه سنی هستن که هر لحظه ممکنه از فوتبال تصمیم بگیرن خداحافظی کنن و واقعا نمیدونیم این رقابت سنگینی که دارن، این کورسی که هست تا کی قراره ادامه دار باشه. یه خورده ریزتر بشیم رو آمارشون. مسی رو تو این سایت برنده اعلام کرده از لحاظ آمار کلی، به خاطر اینکه به ازای هر 105 دقیقه یک گل زده، در حالی که رونالدو به ازای هر 112 دقیقه یک گل زده. از این لحاظ مسی برتری داره و خب تاثیرگذاری رو گلشون هم مسی خب هر 72 دقیقه و از اون طرف هم رونالدو هر 87 دقیقه. به طور کلی حساب کنی هر بازی این دو نفر روی یک گلی، یک پاس گلی تاثیر مستقیم داشتن. یه آمار جالبی هم الان اینجا گذاشته، اومده آل تایم جفتشونو به جز آمریکا و عربستان، یعنی در واقع اون بازی که مسی به اینتر میامی رفته و رونالدو به النصر، یعنی اومده اینا رو تفکیک کرده که تا قبل از اینا چجوری بوده آمارشون، که بازم حالا توی این آمار مسی رو برنده اعلام کردن. ستاره هایی که بغل عدد 15073 هست توی سایت، این به این معنیه که توی این آمار مسی دست بالاتر رو داره، با وجود اینکه حالا رونالدو گلای بیشتری زده، ولی و میبینید که مسی 1040 تا بازی انجام داده توی حالا اروپا و تیم ملی
رونالدو 1162 تا. تعداد گل هم که می‌بینید 832 تا رونالدو زده، 813 تا مسی، 358 تا پاس گل مسی داده و 237 تا پاس گل هم رونالدو داده. و حالا برسیم به عملکرد این دو تا بازیکن توی باشگاه‌ها. اینجا هم اومده آل تایم جفتشون رو فقط توی سطح باشگاهی در نظر گرفته، همچنان بازی دوستانه رو حساب نکرده و بازی‌های ملی هم ازش حذف شده. مسی 882 تا بازی انجام داده توی سطح باشگاهی، رونالدو هم 1023 تا بازی انجام داده که واقعا این عدد خیلی عدد بزرگیه. حالا تازه بالاتر دیدیم که آمار خیلی بیشتر از این بود، ولی تو سطح باشگاهی 1000 تا بازی انجام دادن، 769 تا گل زدن. واقعا یه چیزیه که فکر نمی کنم دیگه تو تاریخ همچین چیزی تکرار بشه. مسی هم 729 تا گل زده و 319 تا پاس گل داده و رونالدو هم اون طرف 218 تا پاس گل داده. و اینم بهتون بگم اینکه مسی توی این پارامترها برنده اعلام میشه بیشتر به خاطر تعداد بازی کمترشه. خب یعنی با تعداد بازی کمتر به آماری که رونالدو داره نزدیکتره. خب این خودش به تنهایی موجب این میشه که توی این پارامترها مسی برنده باشه. یعنی اگر دو تا بازیکن همسن بودن، تعداد بازی‌های برابری انجام داده بودن، ممکن بود یه مقدار آمار جابجا بشه. بازم حالا شاید مسی میبرد، نمیدونم. بیخیال بریم بعدی. و خب برسیم به آل تایم باشگاه‌های اروپاییشون، یعنی بازم اینتر میامی و النصر رو حساب نکرده که خب می‌بینیم مسی 853 تا بازی انجام داده تو سطح اروپا و رونالدو 949 تا، 701 704. اینجا آمار خیلی نزدیکه، ولی خب مسی 3 تا گل بیشتر توی اروپا به ثمر رسونده، 303 تا هم پاس گل داده، رونالدو 201 پاس گل داده. و اینجا میرسیم به آل تایم یوفا چمپیونز لیگ. بچه‌ها ببینید یه سری آمارا شاید مثلا هی تکراری باشه، به خاطر همین من میرم سر پارامترهای اصلی. شما اگر خودتون خواستید لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم و برین حالا خیلی جزئی تر بررسی کنید. من سعی میکنم چیزای پارامترهای اصلیشو بررسی کنم. توی چمپیونز لیگ مسی 163 تا بازی کرده و رونالدو 183 بازی انجام داده. مسی توی 163 بازیش 129 تا گل زده، رونالدو 140 تا گل زده و پاس گل‌ها تقریبا برابره که پاس گل‌های رونالدو یه دونه بیشتره. اما همچنان توی این پارامتر هم مسی دست بالاتر داره و برنده اعلام شده توی این حالا آمار کلی. و خب حالا برسیم به جام‌های داخلی، یعنی مثل کوپا دل ری، اف ای کاپ، کوپا ایتالیا، جام‌های داخلی محسوب میشن. مسی 83 تا بازی کرده، رونالدو 88 تا. مسی 35 تا پاس گل داده، رونالدو 10 تا. مسی 56 تا گل زده و رونالدو 48 تا. اینجا دیگه واقعا قاطعانه مسی برتری رو داره نسبت به رونالدو و این نشون میده که مسی توی جام‌های داخلی خیلی موفق‌تر عمل کرده کلا. و خب برسیم به آل تایم یوفا سوپر کاپ که مسی 4 تا بازی انجام داده، رونالدو 2 تا، مسی 3 تا گل و 2 تا پاس گل، رونالدو 2 تا گل و 0 پاس گل. و خب ببینید الان اینجا رونالدو رو برتر اعلام کرده با وجود اینکه آمار مسی خب خیلی بهتره. مجموعاً روی 5 تا گل تاثیر مستقیم داشته، رونالدو روی 2 تا گل. پس به این پارامتری که داره تو این سایت میگه که کدوم یکیشون بهتر بوده یا کدوم یکیشون برنده بوده خیلی نمیشه اتکا کرد. توی جام باشگاه‌های جهان هم که خب رونالدو 8 تا بازی، مسی 5 تا، رونالدو 7 تا گل، 3 تا پاس گل، مجموعاً 10 تا و مسی 5 تا گل و 1 پاس گل، مجموعاً 6 تا. و اما در آخر میرسیم به آل تایم اینترنشنالشون، یعنی آماری که توی بازی‌های ملی دارن. رونالدو 213 تا بازی برای پرتغال انجام داده و مسی 187 بازی برای آرژانتین. مسی 109 تا گل، 55 تا پاس گل، رونالدو 131 گل و 36 تا پاس گل. که اگه بخوایم مجموع اینا رو حساب کنیم، رونالدو روی 167 تا گل تاثیر مستقیم داشته و مسی روی 164 تا گل. وایسا ببینم هنوز دکمه حسابو نزدی؟ No. خب اینم از آمار این دوتا اسطوره، افسانه، نمیدونم چی بگم به این دوتا بازیکن. واقعا همه چیزو برای فوتبال رقم زدن. خیلی نگران کننده است، خیلی تلخه که دارن جفتشون به پایان کریرشون نزدیک میشن و واقعا فکر نمی کنم
هیچ کدوم از بازیکنایی که الان هستن مثل امباپه و هالند بتونن به آمار این دو نفر حتی نزدیک هم بشن و اگر هم بشن واقعا به نظرم مثل اینا نمیشن. یعنی میدونید چی میگم؟ چیزی که هست و خوشحالی که بابتش وجود داره اینه که آدمای خوششانسی روی زمین بودیم که تونستیم بازیای این دوتا اسطوره رو ببینیم. مرسی که تا اینجا تماشا کردین. اگر کانال رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین، به دوستانتون بفرستین. حمایت شما خیلی به من میتونه کمک کنه که بتونیم با هم دیگه اینجور آمارها، اتفاقات فوتبالی باحال رو با هم دیگه بررسی کنیم و یه کامیونیتی فوتبالی باحال با هم دیگه تشکیل بدیم. مراقب سلامتیتون باشین و فعلا.